الان اینجا بهش میگم چشمتو باز کن، بعد مثلا چشمشو که باز میکنه اشکال نداره، تو گریه نکن. خدا رو نگاه کش. اشکال نداره جلو بچه زشته. با چی زد تو صورتش؟ با موش زد استاد. با موش؟ الان 4-5 روز قهر کرده رفته، نه کجا؟ گوشیشو جواب میده، نمیدونم استاد. هیچ خبر نداری ازش؟ نه هیچ خبر. باید یه کاری کنی آسیب نبینی، بخواد بابات بخواد یه خدای نکرده دستی پایی صورت تو رو بشکونه، حداقل 3 ماه تمرین کردنت میفتی. استاد اینجا هم دیگه هیچ امیدی ندارم، یعنی دیگه نه دلبسته هیچ کس نیستم، نه خانواده‌ام، نه دوست، نه رفیق، هیچ کس واسم نمونه. فقط میخوام سطح خودم هر چه زودتر بکشم بالا. نه با پسرا تمرین کنم یا هر خودم با چیزی. تمرین میکنم، پسرا هم هستن، خودم هم هستم. فقط میخوام خودم رو نجات بدم از این زندگی. کمکت میکنم. خوبه دیگه. ببین الان تو سرت میزنم. بزنم.